هم نوعان خودمون کمک کنیم تو این وضعیت. من خیلی متاسف شدم وقتی خبر شدم که بسیاری از عزیزان ایرانی ما ماسک رو میگیرن، احتکار میکنن و انبار میکنن. به خدا بدتر از ویروس کرونا این ویروس هست. اینجور آدم ها ویروسن، اسمشون آدم گذاشتن. اونهایی که به روی بدبختی و مشکلات مردم برای خودشون خونه میسازن، آرزو میسازن، برج‌های چند طبقه‌ای رو تو رؤیاهای خودشون روی درد و رنج ملت میبینند، اونها عین ویروسن ولو این که اسمشون رو احمد و محمد و محمود و فلان گذاشتن. چطور به خودتون اجازه میدید؟ آی عزیزان، آی تجار، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، رسول خدا فرمودن خیلی از این تاجران روز قیامت فاجر مبعوث میشن. الا من اتقا و بر و صدق، مگر کسی که تقوا و بر، نیکویی و احسان داشته باشه. به جایی که تو این روزها هر چی در اختیار داریم ماست، مواد شوینده، ضد عفونی کننده، اینا رو در اختیار هموطنان قرار بدید، اینا رو احتکار میکنید و قیمتهای چند برابر، چند ده برابر عرضه میشود. اینو بدان والله فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی. خدا به کمک تو میاد تا زمانی که تو به کمک برادرت بپردازی. تو فکر میکنی سود میکنی، خبر نداری این ویروس قطعا به سراغت میاد. این ویروس نیاد سینی خدا میاد. بدتر از این خجالت بکشی. ادعای مسلمانی ما هم گوش فلک رو کرد. این اسلامه؟ این مسلمانه؟ این دینداری است که ما روی رنج و غم و اندوه برادر ما و مرگ برادر ما و خواهر مسلمان ما تجارت بکنیم؟ زندگی اونا رو به حراج بذاریم؟